قصه کلین و خشتامن. کلین و خشتامن همه وقت با هم جنگ میکردند. خشتامن میخواست بچهش را از این کلین بدفعل و بدخود جدا نماید. اگرچه کلین را خودش خوش کرده بود، حالا باشد از خطای خود بی‌حد پشیمان بود و دلش به پسرش میسوخت. اما پسرش فکر جدا شدن از همسرش را نداشت. هر دویشان معاملهشان خوب بود. کلین خشتامنش را چشم دیدن نداشت و میخواست کمپیر وفات کند. شوهرش را دوست می‌داشت. از گپ شوهرش بیرون نمی برآمد. حرمتش را به جا می آورد، زیرا بی‌حد دوست می داشت. اما این کمپیر را بی‌حد چشم می دیدن نداشت. راه خلاصی می گفت. بنابراین یک روز کلین به نزد یک مرد گیاهشناسی رفته گفت که به او گیاه دهد که تا به آن خشتامنش دهد و او خورده وفات کند. با عوضش چقدر که خواهد پول و مال می دهد. گیاهشناس راضی شده گفت من به تو گیاه می دهم که آن آدم را در مدت 6 ماه بی حال و بی مدار کرده می کشد. زیرا اگر خشتامنت در حال وفات کند، همه از تو گمان می برند و می گویند که کمپیر صحت بی سبب نمرده است و تو را گناهکار می کنند. بنابراین من این گیاه را می دهم که هر روز در کاسه خشتامنت می اندازید. خشتامنت روز تا روز بی حال و بی مدار شده می افتد. اما تو باید تا وقتی وفات کردنش رفتارت را تغییر داده باید بی‌حد خوش معامله باشی. همه خواهشش را به جا آوری، مثل مادر و دختر. زیرا که وقتی کمپیر وفات کند هیچ کس از تو گمان بد نبرند. کلین خرسند شده گفت 6 ماه طاقت میکنم. آخر سالها با این کمپیر زندگی کردم. 6 ماه دشواری ندارد. بعداً گیاه رو به خانه آورده هر روز در کاسه کمپیر می انداخت و خودش به کمپیر خوش معامله شد. دیگر نه بهانه می کرد و نه سخن بد می گفت. لباسهای خشتامنش را شسته، حتی درزمال می کرد. خوراک میخواستگی کمپیر را پخته می داد. حتی در نزد همسایگان خشتامنش را گنده نمی کرد. سحری بر وقت هر روز به کمپیر برای شستشوی آب را گرم کرده می داد. خشتامنش از این رفتار کلینش در حیرت می افتید. به خود می گفت با این کلینی من چی شده باشد؟ هیچ باوریش نمی آمد از دوستداری و غمخواری های کلینش. اما دید که کلینش از اجرای همه فرمانهایش سر نپیچیده اجرا می کنند. در همه جا طرف خشتامنش را می گیرد. دلش نرم شده رفت. وقتهای پیش حتی نام کلینش را نمی گرفت، زیرا که نفرتش می آمد. اکنون باشد در نام کلینش جان را همراه می نمود یا بچه هم می گفت. حتی از پول نفقش به کلینش کرته خرید. کرته را دیده هوش از سر کلینش پرید، زیرا خشتامنش با او فقط کفن زیبی توست می گفت. اکنون باشد از پول نفقه ناچیزش برایش کرته خریده است. از بین 9 ماه گذشته است و آنها باشند چنان دوست شدند که خشتامن نیو مادرش باشند. وجدانش عذاب میداد. نمیخواست که کمپیر وفات کند. روزی به نزد آن گیاهشناس رفته گفت من همه آن گیاهای مرگاور را پرتافتم. به من گیاه ده که خشتامنم را از این گیاهای مرگاوری خوراندم نجات داده توانم. خشتامنم بی‌حد زنی خوب و مهربان است. من نمیخواهم که خشتامنم وفات کند. من 2 برابر زیاد به تو پول می دهم. فقط خشتامنم را از مرگ نجات دهید. مرد گیاهشناس تبسم کرده گفت من به تو گیاهای مرگاور ندادم، بلکه گیاهای طبابتی دادم تا که خشتامنت با قوت شود و از تو خواهش کردم که رفتارت را تغییر داده خوش معامله شوی.
من یگان کاری بدی برای خوشتومانی تو نکردم. کلین گفت من اکنون فهمیدم که در زندگی کاری خطا کردم. من آدمی بد بودم، نه خوشتومنم. در همه حالت به نیکی جواب دادن من این کاری بهترین بوده است که حتی دشمن را دوست می‌گرداند. اکنون فهمیدم همان آدمانی که نام مادر شوهرش را خوشتومن گفتند خودشان آدمانی بدفعل و بدمعامله اند. زیرا خوشتومن نه، او تنها مادر است. او تنها مادر است.